دادگاه ولایت سوخت یک ساکنی ناحیه ظفرآباد جمشید جمعه‌زاده را به قتل جوان پسری همسایش و قصد کشتن مادر او به 23 سال زندان محکوم کرد. ولی جمعه‌زاده در جلسه اعلان حکم گفت بیگناه است و در جریان تفتیش شکنجه شده است. من با خودم گناهکار نمی‌حسابم برای اون که با عذاب شکنجه با استفاده توپ بردم توپ زدم. هر شب بگویی ساعتی ده فقط هم که عذاب شکنجه همونجا گفتن که تو بی‌عیب. من باید گفتم که من اول شما عرض میکنم. گناهکار بودن جمشید جمعه‌زاده را یگانه شاهد زنده واقعه مادر جوان کشته شده و جبردیده دوم ملاحت زیایوا نیز رد میکند. من زده که این بچه نبود چی گفت من باور نکردم. اگه اساس نیست فقط 3 ماه باز سود شد 3 ماه شد 3 ماه باز چیزی هیچ دلیل نیست از کنی کشتار و یوش کنی چی میگو دلیل شیعی کنی هیچی نیست فقط گپ کتی شد گردنش بگیریم اینا گردنش بگیریم مونده. ملاحت زیایوا میگوید اگر قاتل جمشید جمعه‌زاده می بود و این را به خوبی تصدیق کرده می توانست، زیرا آنها در یک بینای بلندآشانه با هم زندگی میکنند و همدیگر را خوب میشناسند. ولی دادرس انور عبدالغفاری روز 18 اکتبر گفت آدمکشی، سوءقصد جنایت و ایران نمودن دخل ناپذیری منزل از طرف جمشید جمعه‌زاده اثبات شدند و به تلاش رابطه جنسی از طرف شخص کشته شده بهزاد دورانبیکوف ربط دارند. اما هر دو جانب قضیه این فرضیه را درست نمی‌شمارند. پلیس ظفرآباد 11 نوامبر سال گذشته جسد بهزاد دورانبیکوف را از داخل حاجتخانه و مادر آغشته به خون او ملاحت زیایوا را از درآمدگاه منزلشان پیدا کرده بود که با ضرب بالغه یکی کشته و دیگری لتوکوب شده بودند. جمشید جمعه‌زاده در حال گناهکار دانسته می‌شود که مقامات پلیس گناهکاران احتمالی دیگر را پیدا نکردند. این همه ناحقی این همه نتونستم هیچ کار کردم من نتونستم گفتگی این همه بردروغ همه ساخته کاری اینا هیچی نیافتن اساس دلیل نیست. جمشید جمعه‌زاده سابقه جنایی ندارد و تا زمان بازداشت شدنش به صاحبکاری مشغول بوده است. وی در ناحیه ظفرآباد یک کارگاه استحصال خشت بلاک را به راه مانده روزی 2 فرزند و عائله‌اش را از این حساب می‌یافته است.